تا به کی این قوم را وحشت مکرر کن کند، ملت بیچاره را یک جنگ رهبر کن کند، گاه طالب گاه والد کیل خود قالب کند، تا وطن را پیش روی غیر فرفر کن کند. هر کناری یک قماندان کرده دندان تیزتر، عاقبت جنرال را مادون و عسکر کن کند. قاضیان کشور ما خواهی مالی می کنند، راهگیران را خود شخص داور کن کند. دوستم گر با محقق ناگهان دشمن شود، ازبک و هزاره را طالب برابر کن کند. ای ورور ماته گوره دلته را شاور کلاس، ورنه پاکستانیانش با زور دلار کن کند. چیست اصل کاری روشن فکری جز کنپارگی؟ این معین را مولوی پشت منبر کن کند. گر چنین کار سیاسی در وطن یابد دوام، میرسد روزی که شوهر را سیاست کند. رهبر از ترس قماندان ریش لرزان گشته است، خرکوسی را ببین دریور را کلینر کند. خارجی گر روی لطف دارد دلیل لطف نیست، بیخبر آهسته از پشت سر کند. چیست معنی وحدتی و جنبشی؟ چیست معنی وحدتی و جنبشی؟ کس کجا دیده برادر را برادر کند. رفت هنگامی که میگویی مادون را رئیس، هست هنگامی که عامر را سکرتر کند. از سر تاجیک اگر تاج غرور را برافکنند، مادر فرهنگ را تاریخ از سر کند. شاعران جنگ بلاغت میزنند، شاعر بیدرد را مرزا قلندر کند. گر نیفزاید به شعرم چند بیت شاعری، این چنین نامرد را هر فرد کشور کند. گر نسازد 5 کاپی هر که خواند این سرود، مردم افغانیش خوش یا تر کند.